بچه چی؟ بچه اینه رفت شماره 9 رفت شماره 9 خطا وای مهدی بود آره اخراج شد مهدی اخراج نه آره مهدی اخراج وای آخه بازی بعدی نداریم مهدی رو اگه بریم بالا دقیقاً دوره قبلا با ژاپن آره با ژاپن هم نبود راست میگی اصلا من خاطر به ژاپن باختیم چون مهدی نبود واه البته بچه‌ها نمیزد اون گلش کرده بود تو پا نه آخه خیابونی فکر کنم مهدی کنترلش از دست رفت خط بکنه بشه نگاه کنیم اونم اگه میزدش اونم چیز میشد آقا محبی هم اگه میزدش اونم کارت گرفته بود ولش کرد نباید پا بینداخت مهدی همین نوحه بود آره همون علادالیه دیگه خیلی روش مانور کردن خیلی همه روزنامه‌های سوریه میگم آخیابانی مگه جادوگر با اصلا همچین چیزی که فوتبال نداریم ما یک داد الان محبی هم اونجا رفت از جای خودش هم فشار بذاره اونم اگه میزد اونم کارت میگیره آخه من الان به این ما یه چیزی داریم آقای خیابانی به اسم بازی کردن تو پست‌های خودشون محبی وینگر چپ بذار خود این ضربه ایستگاهی رو ببینیم بذار این ضربه ایستگاهی رو ببینیم نیست الان باشه درونگرام نباشه خطرناکه اینا آقای خیابانی ما فکر کنم تو جریان بازی صحبت کردیم ما از موقعیت‌هایی که داشتیم از عقب نشستن سوریه شانسایی که داشتیم استفاده نکردیم تیمی هم که گل نزنیم قانون نانوشته فوتبال گل می‌خورد روی یه شانسی که شانس هم نبود یه نصف شانس بود ضربه‌ش هم زد توپش رفت بیرون ولی این پنالتی اتفاق افتاد و فکر می‌کنم اخراج مهدی طارمی کار ما رو سخت‌تر کرد من فکر می‌کنم الان آقای قلعه‌نویی و همکاراش فکر می‌کنن به اینکه بازی رو ببرن رو ضربات پنالتی و چشم و امیدمون باشه به علیرضا بیرانوند ولی علیرضا بیرانوند یک بحث پنالتیه اونها هم پنالتی میزنن ما هم میزنیم بازیکن‌های ما که طبیعتاً این مقداری هم خسته نشون میدن تو پنالتی زدن خیلی کار سختی خواهیم داشت یعنی 50-50 شد دیگه بازی که ما میتونستیم به راحتی ببریم شد 50-50 و الان که کارمون خیلی سخته حتی اگر سوریه تو این 30 دقیقه به گل نرسه باشه حالا خب طبق حالا بازی که همه با هم دیدیم من اول صحبتامون عرض کردم که بازی خیلی سختی رو داریم و همین اتفاق هم افتاد و همه این موقعیت‌های نزدنامون و موقعیت گل دادنامون همه اینا جزء حادثه بازیه جزء اتفاقات بازیه نمیشه به نظرم بگی بازی آسونی رو داشتیم من از اول گفتم بازی سختی داریم و همین اتفاق هم افتاد و بدتر از این که تونستن یه بازیکن خوب ما رو از همون بگیرن آقای مهدی طارمی حالا این بازی باز خیلی مهم‌تره بازی ژاپن رو میشه باز با نبودش کنار اومد ولی این بازی به نظر من هنوز اتفاقای زیادی میتونه بیفته ولی من اعتقاد دارم بازم با همه اینا ما میتونیم تو این وقت اضافه من میدونم و مطمئنم میتونیم برنده این بازی باشیم با توجه به این بازی که سوریه داره انجام میده بازی تأخیری یعنی میل به هجوم نداره و ما میتونیم حداقل تو ضد حملات یا حملات سریع که توپو بگیریم میتونیم ایجاد موقعیت کنیم و بازی رو ببریم امیدوارم این اتفاق خوب برای ما بیفته و بتونیم از این مرحله ابزار بردن داریم الان ببین من از اینجا تکون نمیخورم که بودم نبره مثلا دوست نداشتم این صحنه رو ببینم که بازیکن تاپمون مثل مهدی طارمی کار به جایی برسه که سوریه که اینقدر تیم خوب فشار میذاشت پاس 4شون به 5 نمیرسید و موقعیت خلق می‌کردیم جوری بشه که الان ما عقب بشینیم و اونا بتونن از کنارا و تو ضربات ایستگاهی هم بسیار خطرناک قطعا ما با همین 10 نفرم فاصله‌مون با سوریه خیلی زیاده ولی اینو بدونیم که فوتبال سخت شده دیگه بعد بیشتر تلاش کرد و بازیکنان قطعا تلاش میکنن تو این جام ملت‌ها نشون دادش که شما ببینید اردن و تاجیکستان یکیشون میره چارتای آسیا و من فکر نمی‌کنم که حالا من چون مسئولیت تیم ملی ایران رو دارم میخوام در این مورد صحبت کنم که الان مهمترین بازی ما اینه و بعد به ژاپن فکر کنیم و از اولش هم بعد همین فکر رو می‌کردیم امیدوارم که یاران امیرخان قلعه‌نویی و بازیکن‌ها به خاطر مردم بیشتر تلاش کنن و نتیجه رو بگیرن من یه مورد دیگه هم خیابانی خودت بذار مهدی آمارو بگه موافقی آمارو دوستان اگر از روی تلفن همراه نداریم آمارو اگه نداریم خب خودت بگو من یه مورد دیگه میگم آقای خیابانی تیم ملی ما هم از لحاظ روحی هم از لحاظ فوتبالی بسیار به مهدی طارمی وابسته است چون من کنارشون و برای همین میگم اخراج مهدی طارمی خیلی برای ما سنگین خواهد اولی رو ما میزنیم کریم میزنه خیلی اینجا استرس داری کریم اولی رو میزنه والا استرس نابود من میتونم بیام جای شما آقا مهدی من خیلی آقا وایستادم اگه ببینید بیاید اینجا من اصلا سختم مثلا دست و پام شماره 11 خداداد عزیزی دست و پام آقا بیاین اینجا که بیاین لطفا سمت من از پنالتی میترسم خودم نگاه کنید ایستاده چی با خودت دستمنده این توپایا به نفع ما خواهد چرخید آقا یا چپ یا راست چون نگاه کنیم ببینید چه خواهد شد ایران در پنالتی ها 0-0 مساوی دوباره نبرد آغاز میشه پنالتی کریم انصاری فر
میره برای زدن تو فرصت گل. حالا باید سوری ها بزنن. حالا نوبت علی بیرانونده که بدرخشه. علی میدرخشه. خیلی خوب زد. خیلی خوب رفت. مهدی طارمی رو ببینید روی نیمکت نشسته. حالا از سوری ها شماره 11 شون پاپ گرفت. این کاره نیست. پابلو سابا. این توپ به نفع ما میچرخه یا نه؟ نگاه کنیم. بشماریم. 3 2 میزنه بیرون. چه خواهد شد؟ پابلو سابا. پنالتی برای تیم ایران. علیرضا بیرانوند میگیره یا نه؟ علیرضا بیرانوند وسط هم زد. یک مساوی. برعکس یه دونه بگی. آقا من اصلا نگاه نمی‌کنم. یک خداداد رفت. خداداد مانچینی نشو برگرد. سخته خیلی سخته. بیا خداداد. سکته. پنالتی هم جزئی از بازیه. بیا خداداد. استرس همه رو گرفته. هیجان همه رو گرفته. برعکس بگم. الان این که برای ماه، برای اونا رو برعکس. برای اونا برعکس. بیاین تو صحنه. بیاین. رامین رضاییان. خودت بیاین بچه‌ها. بیاین لطفاً. وحید جان بیا بشین عزیزم. میدونم سخته. منم برام هیجان داره. بیا عزیزم. بیا. به امید گل شدن توپ رامین. احسان آکسفی. بچه‌ها بریم هوا یا نه؟ آماده باشید. خداداد آماده. بریم. آماده. بریم. عالی. استرس نداشته باشه آقا خداداد. تمام. بشینیم بچه‌ها. تموم کار. رفتیم بالا. ژاپن ما داریم میاییم. وحید رو ببین. غیرت رو ببین. اون ور خداداد رو ببین. اینجا هاشم رو ببین. استودیوی ما رو ببین. دوربینا رو بچرخونین اون ور رو ببینید. ببینید چه خبره. همه اینجا الان ایران کوچکه. اینجا این ایرانی ما. عزیزم برای وحید دست بزنیم. چون مهدی طارمی رو نداریم خداداد با یه ارنج بهتر، با یه روش بهتر، با یه کار بهتر در مقابل ژاپن خداداد فنی‌تر میشه. من احساس حالا خداداد فنی شد. آقا بردیم ولی مردیم. آره. یعنی وحید حق داره چون وحید فکرم سرمربی تیم فوتبال ماست این شرایط براش پیش میاد. واقعا ما مقابل سوریه نباید اینجوری باشیم با این شرایط. حالا به ژاپن باید فکر کرد.